دوستای عزیز، ما به یکی از نمایشگاه های موتر آمدیم که موترهای تاریخی را اینجا به نمایش میرسانند. دیسپلی کرده ای بسیار ببینید. این موتر بعدی که میآید و موترهای مدل نو چقدر مقبول و زیبا. موتر GMC که تقریبا 40 سال پیش، شاید اضافه تر از او، شاید 60 سال پیش تولید شده. بسیار موترهای زیبا و مقبول. و این موتر کدلاک است، یک تن از موترهای یک اراده موترهای از موترهای بسیار لگژری که اینجا به دیسپلی است. مشکل یک تعداد از برادرای افغان ما میبینم، با همراهشان صحبت کنم. اینا چی نظر دارند این موتر چطور آمدن؟ سلام برادر. سلام. خوب هستین؟ تشکر. ساعتان خوب؟ چطور آمدین از این نمایشگاه دیدن کنین؟ بله آمدیم از نمایشگاه دیدن کنیم که اینجا که از موترهای قدیمی و موترهای جدید امریکایی به نمایش گذاشته میشود. دیگه بسیار جای خوب است. بله. چی فکر میکنید که تعداد قیمت از این موترها چند باشه و چقدر قدامت تاریخی داشته باشه؟ بالخصوص این موتر سبز کاله میآید، همین موترکی از کمپانی GMC هم است. فکر میکنم بسیار سابق تولید شده و میبینید یک وقتی دیزاین شده به خاطر فروش سبزیجات و میوه‌جات. نظر شما در این باره چی است؟ والا از قیمتش آگاه نیستیم دیگه. شاید موتورش 2005 2006 باشه، بخاطر چون خیلی موتر قدیمی است. ما اینجا مال موتر رو اینجا به نمایش گذاشته میشود. دیگه مال موتر از این موتر. شما تصور میکنید که 2005 است یا شاید از 1960 تا 1940 انترا شاید باشه این موتر؟ بسیار از هم که قدیمی باشه. بعد ما تخمینی یک نظر دادن دیگه. بسیار خوب. اینجا موترها این تلویزیون دیسپلی کرده انواع و اقسام موترها. موتر دیگه بسیار خوبه شد. کرایسلر از نظرم دا موتر است. بسیار موتر زیبا، بسیار موتر خوبش. خب شما دیگه هر روز میایین اینجا از این موترها دیدن میکنید؟ نه برادر عزیز، واسطه وظیفه داریم. هر روز خونه میشه آمد. فقط هر ماه یک بار یا دو ماه بعد یک بار میاییم از موترها دیدن. تا بال از کدام از این شما خریداری کردین یا نه چطور، یا کرا گرفتین؟ نه خریداری یا موترهای قدیمی. چطور تصمیم داری که در آینده خریداری کنی؟ والا اگر اجازه بدن، چون یا به فروش نیست، مثل یک میوزیم وارد به نمایش میگذارن. یک تعداد شده نظرم سودا